اگر امروز در سختی هستی، اگر احساس میکنی مسیر زندگی تاریک شده، یک چیز رو هرگز فراموش نکن. در دل همین سختی هاست که امپراتوری‌ها ساخته میشن. کوروش، فرمانروایی که نامش هزاران سال بعد هنوز با احترام برده میشه، جمله‌ای داره که سرنوشت هر انسانی رو میتونه تغییر بده. آسان زندگی کردن تو را فقیر میکند. سختی را بپذیر تا ثروتمند شوی. طبیعت عاشق قدرته. پس اگر آماده‌ای وارد سرزمین پارس شو، جایی که مردمانش سختی رو در آغوش می گرفتند و برای آینده‌ای بزرگتر می جنگیدند. در فلات ایران، جایی که کوه‌ها همچون دیوارهای طبیعی استقامت رو به انسان هدیه می‌دادند، مردمانی زندگی می‌کردند که فلسفه زندگیشون بر پایه انتخاب سختی‌ها بود، نه فرار از اونها. برای پارسیان باستان، مفهوم قدرت تنها در عضلات یا جنگاوری خلاصه نمی‌شد. قدرت یعنی ظرفیت انسان برای ایستادن در برابر طوفان‌های زندگی. اونها باور داشتن هر کس که در زندگی آسایش بیش از حد رو طلب کنه، روحش شکننده و ضعیف میشه. کوروش زمانی که از دل چنین مردمانی برخاست، عادت داشت که جهان رو از دریچه چالش ها ببینه. اون بزرگ شد نه با راحتی و رفاه، بلکه با آزمون های سختی که شخصیتش رو صیقل داد و این همون پیامیه که امروز نیز ارزشش حفظ شده. آسان زیستی روح و ذهن را فقیر می کند. در واقع انسان زمانی رشد میکنه که با موانع روبرو بشه و از دل همون موانع قدرت تازه‌ای پیدا کنه. درسی که هخامنشیان در طول تاریخ فریاد زدند این بود: اگر میخواهی آینده‌ای بزرگ داشته باشی، باید از امروز وارد منطقه سختی ها شوی. نه برای درد، بلکه برای آزادی. آزادی از ضعف، تنبلی، ترس و محدودیت. روزی در دامنه‌های کوه‌های سرزمین پارس، جوانی به نام آرتان زندگی می‌کرد. جوانی که شبیه بسیاری از ما رویاهای بزرگی داشت، اما باور داشت زندگی باید روزی به او لطف کنه تا به رویاهاش برسه. هر روز از بدشانسی شکایت می‌کرد، از اینکه هیچ چیز درست پیش نمیره و انگار سرنوشت باهاش قهر کرده. یک روز هنگام کار در دشت، پیرمردی خردمند از بزرگان هخامنشیان نزد او آمد. آرتان که از سختی‌های زندگی به ستوه اومده بود آهی کشید و گفت: چرا زندگی با من سخت میگیره؟ پیرمرد نگاهی عمیق به او کرد و گفت: جوان، تو اشتباه میکنی. زندگی با تو سخت نمیگیره. تو با زندگی مهربان نیستی. تا وقتی راه آسان را انتخاب میکنی، هیچگاه در قلبت قدرتی شکل نمیگیرد. این جمله مثل تیری در ذهن آرتان نشست. از فردای اون روز تصمیم گرفت نه از سختی ها فرار کنه و نه از مشکلات شکایت کنه، بلکه اونها رو فرصتی برای ساختن خودش بدونه. صبحها تمرین میکرد و مهارت میآموخت. بدنش رو قوی‌تر میکرد و ذهنش رو نظم میداد و سالها گذشت و آرتان از جوانی شاکی به فرماندهی شجاع تبدیل شد. فلسفه هخامنشی بر پایه یک اصل ساده اما عمیق بنا شده: قدرت هدیه سختی است. در نگاه پارسیان باستان، انسان زمانی ارزشمنده که توان تحمل، نظم و کنترل ذهنش رو داشته باشه. اونها باور داشتن جهان در برابر انسانهای ضعیف بیرحمه، اما در مقابل انسانهای قوی راه رو باز میکنه. هخامنشیان جوانان خود را از سنین کودکی با 3 اصل تربیت می‌کردند. اول اینکه سختی رو بخشی طبیعی از زندگی ببینن. دومین اصل اونها خودسازی روزانه بود. امروز کمی بیشتر از دیروز یاد بگیر. کمی قوی‌تر شو. کمی منظم‌تر باش. همین قدم‌های کوچک قدرتی بزرگ می‌ساخت. و سومین اصل قبول کامل مسئولیت زندگی بود. هیچ کس قرار نیست تو رو نجات بده و هیچ قدرتی بدون تلاش شخصی ظهور نمی‌کنه. این فلسفه باعث شد هخامنشیان نه تنها بر سرزمین‌ها
بلکه بر دل و ذهن مردم حکومت کنن. و امروز نیز همین اصل میتونه انسان مدرن رو از زندگی معمولی به زندگی قدرتمند برسونه. اگر میتونستیم امروز کوروش رو ببینیم، شاید اون با همون آرامش و وقار تاریخیش به ما میگفت: فرزند من، تو در دنیایی زندگی میکنی که راحتی فراوان است، اما مراقب باش، این آسانی میتواند بزرگترین دشمن رشد تو باشد. در نگاه کوروش، انسان زمانی ثروتمند میشه که سختی ها رو با آغوش باز بپذیره. اون باور داشت جهان به کسانی پاداش میده که برخلاف جریان آسایش حرکت میکنن. شاید او میگفت: به دنبال مسیری نباش که بدون تلاش، بدون شکست و بدون درد باشه، چون این مسیری تو را کوچک نگه میدارد. هرگاه در مسیر موفقیت مانعی دیدی، بدان این مانع نشانه درست بودن مسیر توست. این یعنی قدرتمندتر میشوی. اگر امروز استرس داری، اگر کارهات سخت پیش میره، اگه زندگی تو رو در مرحله دشوار قرار داده، کوروش میگفت: این همان لحظه تولد شخصیت جدید توست، عقب نرو. یادت باشه سختی نه دشمن تو، بلکه پادشاه ساز توست. برای اینکه پیام‌های باستانی واقعاً در زندگی امروز کاربرد داشته باشند، باید اونها رو تبدیل به عمل کرد. اگر می‌خوایم مثل هخامنشیان چه در ثروت مالی، چه در اندیشه و روح ثروتمند بشی، این 3 تمرین کاربردی که الهام گرفته از آموزش‌های باستانی هستن رو انجام بده. هر روز صبح قبل از هر کاری 3 کار سخت ولی کوچیک رو انجام بده، مثل یک نرمش ساده، مطالعه چند صفحه کتاب یا نوشتن برنامه روزانت. این کار به ذهن تو یاد میده که فرمانده کیه. یک مهارت رو انتخاب کن و 30 روز به صورت مداوم روی اون کار کن. ساخت محتوا، یادگیری زبان یا هر چیز دیگه. راز قدرت در تکراره. وقتی بین 2 مسیر حق انتخاب داری، سخت‌تر یا آسان‌تر، برای 30 روز مسیر سخت‌تر رو انتخاب کن و به راحتی نه بگو. به جای استفاده از آسانسور از پله‌ها برو. به جای شبکه‌های اجتماعی مطالعه کن. این تمرین تو رو از آدمی معمولی به انسانی قدرتمند تبدیل میکنه. در عمق وجود هر انسان آتشی خاموش اما قدرتمند وجود داره. آتشی که منتظر یک تصمیمه. تو وارث سرزمینی هستی که مردمانش از میان سختی‌ها امپراتوری ساختن. اگه به زندگی خودت نگاه کنی، شاید سختی‌هایی وجود دارن که مدت هاست از اونها فرار میکنی. اما بدون، زندگی هرگز تا زمانی که تو نایستی و تصمیم نگیری تغییر نخواهد کرد. این داستان و این ویدیو فقط برای انگیزه نیست. اینها دعوتنامه‌ای هستند برای شروع یک قیام شخصی، قیامی علیه تنبلی، شک و ترس. تو میتونی داستان خودت رو بنویسی، حتی اگه همه دنیا خلاف تو باشن. تو همون کسی هستی که میتونه زندگیش رو به یه شاهکار تبدیل کنه، اگر سختی راه رو قبول کنی. این راه کوروش است. اینجا کاوین هست، جایی برای بیدار کردن قهرمان درونت.